Bismillahirrahmanirrahim. Ders akide roz eşitimi sual mekinim. Ya ta tismaya ya ta umartı cevap meti. Yakım sumaya sar mekini ay sumaya sar mekini. Baroçi Allah subhanahu ve taala cinha ve insanlara Allah baroçi halk adagı. Cevap Allah cinha ve insanlara برای ibadet خلقت و دلیل سوره زاریات آیت 56 و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Hakkı Allah بالای بندگانش چیست؟ Cevap hakkı Allah بالای بندگانش این است که او را عبادت کنند و هر چیزی را به او شریک نیارند و دلیل حدیث بخاری مسلم حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. چگونه الله را عبادت کنیم؟ جواب همان گونه که الله و پیغمبرش به ما فرمان دادند و دلیل سوره محمد آیت 33 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. عمر حکم همه عبادت که الله و پیامبر را ما نگفتگی یا عبادت ادامه میکنن نه که الله و پیغمبر به ما نگفتگی چه حکمش؟ قبول نیست مردود است بدلیل حدیث بخاری من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. سراسیمه نشه. آیا الله را با ترس و امید عبادت کنیم؟ جواب آیا الله را با ترس و امید عبادت کنیم به دلیل سوره سجده آیت 16. سوره سجده آیتی 16. یدعون ربهم خوفا و طمعا. چرا الله پیامبران را فرستاد؟ جواب الله پیامبران را فرستاد تا مردم را به سوی عبادت الله دعوت کنند و شرک به الله نیارند و از طاغوت دوری کنند به دلیل سوره نحل آیت 36 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماشاءالله. معنای لا اله الا الله را بگو. معنای لا اله الا الله نیست هیچ الهی مستحق عبادت و پرستش و جز الله به دلیل سوره بقره آیت 256 و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. مقصد ای لا اله الا الله و محمد رسول الله چیست؟ جواب مقصد لا اله الا الله بندگی، مقصد محمد رسول الله پیروی. الله کجاست؟ الله ده کجاست؟ الله بالای عرش و روی آسمان هاست به دلیل سوره طه آیت 5 الرحمن علی العرش استوى. آیا الله با ما است؟ جواب الله با دیدنش، با شنیدنش، با علمش با ماست و دلیل سوره طه آیت 46 قال لا تخاف اننی معكما اسمع و ارى. بزرگترین گناه در نزد الله کدام است؟ شرک به خداست به دلیل سوره لقمان آیت 13. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بزرگترین شرک کدام است؟ جواب عبادت و پرستش به غیر الله و دلیل حدیث بخاری این اکبر الکبائر الشرک بالله. آیا الله در آخرت مشرکا و کافرایی که توبه نکردن مردن میبخششو؟ جواب الله بخششونه به دلیل سوره نساء آیت 116 ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. نوبت نبود. جایگاه مشرکا و کافرا در کجاست؟ جواب در دوزخ و جنت براشون حرام است به دلیل سوره مائده آیت 72 انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. آیا مرده ها میشنوند؟ جواب مرده ها نمیشنوند به دلیل سوره نمل آیت 80 انک لا تسمع الموتى. آیا از غیر الله یاری طلب کردن جایزه که بگن یا پیرو مدد یا علی مدد؟ جایزه هم خیلی گفتن. جواب جایز نیست به دلیل سوره فاتحه آیت 5 ایاک نعبد و ایاک نستعین. ماشاءالله بارک الله.